در شرایط معاصر تامین کردن امنیت اوزقواری و زندگی استوار برای هر یک عائله مهمترین وظیفه به شمار می‌رود. سالهای آخر جهان بارها شاهد تغییرات ناگهانی، بلندشوی نرخ‌ها، کمچینی بعضی محصولات و وضعیت بحرانی گردید. مست چنین حالت‌ها نشان می‌دهند که داشتن ذخیره کافی مواد برای 1 یا 2 سال نه تنها عادت بلکه احتیاج جدی هر یک خانواده میباشد. ذخیره درست مواد غذایی پیش از همه عائله را از هر گونه نارساگی حفظ می‌کند. در دهه اونجی انعنه‌های خوبی ذخیره‌های محصولات‌های خارجی قشلاق وجود دارد. ساکنان جماعت با استفاده از زمین‌های نزد حولگی، پرزیدنتی و سهمی خارجی محصولات استحصال کرده به بازار می‌برند و هم ذخیره می‌کنند. غله‌دانگی‌ها، گندم، جواری مکه، شالی، کنسروها، میوه قاق، ترب، شلغم، پیاز و دیگر محصولات هایی که به روزگار ضرور است ذخیره میکنند و از خود باقی مانده اضافگی را به بازار استعمالی برآورده به فروش میگذارند و در جماعت ساکنانی هستند که در خانه های خود ذخیره های کلان دارند. محصولاتی به مدتی دراز نگهدار شونده به مانند آرد، گندم، برنج، لوبیا، روغن، شکر و نمک اساس هر خانه تاجیک را تشکیل می‌دهد. مثلا اگر در بازار نرخ‌ها بالا روند یا دسترسی به محصولات دشوار شود، چنین ذخیره‌ها امکان می‌دهد که عائله به مشکل زندگی مقرری را ادامه دهد. علاوه بر این ذخیره کردن میوه و سبزیجات توسط خشکانی، کنسرو و مربا یک عنعنه قدیمی تاجیکان است. این کار هم به صرفه‌کاری مساعدت می‌کند و هم سالمی غذا را تامین می‌نماید. ذخیره 2 ساله عائله را در همه فصل خصوصا زمستان از مشکلات ایمی می‌دارد. نگهداری چنین ذخیره‌ها اینچنین معنای مسئولیت، حساب و کتاب و به نقشه‌گیری درست خواجگی خانوادگی را دارد. نفرانی که این عمل را اجرا می‌کنند و مواد لازمه را برای مقدار کافی ذخیره می‌نمایند، در آینده دچار سرگردانی نخواهند گردید. در برابر این عمل عائله را به صرفه‌کاری، احتیاطکاری و ارزش داشتن به نعمت‌های موجوده وادار می‌کند. در مجموع ذخیره 2 ساله مواد نه تنها واسطه حمایت از وضعیت‌های غیر چشم داشت، بلکه یکی از عنصرهای طرز حیاتی عاقلانه میباشد. عائله‌ای که چنین ذخیره دارد همیشه آرام، تامین و آماده به هر گونه تغییرات زندگی خواهد بود. ناحیه دیوشتیج یکی از دایره اساسی کشاورزی در سمت استحصال کارتوشک به حساب می‌رود. کشاورزان این منطقه با استحصال کارتوشک هم بازار داخلی و هم منطقه های دیگر را تامین میکنند. امروز در انبارهای خواجگی های دهقانی مقدار ضروری کارتوشک ذخیره کرده شده است. هم برای بازار انتقال دادن و هم برای استفاده در کشت و کار آن به مقدار ضروری در هر یک انبار جایگیر کرده شده است. مثلا تنها در انبار خواجگی دهقانی مهنت آباد جماعتی دهاتی وحدت امروز بیش از 30 تن کارتوشک ذخیره گردیده است که این برای هم کشتکار و هم تامین بازار مساعدت میکند. مستانه محیدی لازاده، مظفر صابرов، اخبار.